سلام دوست عزیزم، میخوام امروز این بطری رو با درب پیچی رو با سبکترین و ارزونترین دستگاه بسد دربندی کنیم، ببینیم چطور دربندی میکنه. فقط قبلش یه چند تا مزیت این دستگاه رو من خدمتتون نشون بدم. یک قسمت ریختگی این پایین هستش و شافتی که با پرس داخل این قسمت جا رفته که نسبت به مدل‌های بازاریش که اینها رو به هم جوش میدن باعث شاسی دستگاهتون دیگه کج نباشه و مانع از شکستن بطریتون بشه. یک لقمه اینجا و یه لقمه اینجا گذاشتیم که باعث میشه استقامت این قسمت و این قسمت خیلی بیشتر بشه. قسمت پایه و این قسمت شاسی از آلومینیوم سبک ریخته شده. یک پولک اینجا گذاشتیم که شما عمر این قسمت رو خیلی بیشتر میکنه و هر چقدر که اینجا رو بالا و پایین بکنید و باش کار بزنید آلومینیومتون دیگه آسیب نمیبینه. و این بدنه هم که خب خیلی از دوستان رو تو این سالا باشون کار کردن، مهرهای واشرداری که باعث میشه همون یک مهره با کار کردن مرتب هیچ موقع شل نکنن. حالا بریم طرز کار با دستگاه رو بهتون نشون بدم. دستا رو سمت پایین، شیشه رو قرار میدیم، دسته برمیگرده و این شیشه گرفته میشه. قرقره پیچ و قرقره پلم رو جلو میاریم، دو سه دور میچرخونیم، دو تا پیچ رو باز میکنیم، این رو میاریم بالا و به راحتی در به این شکل باز میشه.